دادا دیدی بعضی از آدما یه جوری رفتار میکنن که انگار روی همه چیز کنترل دارن؟ انگار میدونن چی بگن، کی بگن و چطوری بگن که دیگران کاری کنن که اونا میخوان؟ فکر میکنی جادوه؟ نه، این فقط دانشه. دانش روانشناسی تاریک، ابزاری که رهبران قدرتمند، فروشندگان حرفه‌ای و حتی بعضی از سیاستمداران ازش استفاده میکنن و تو هم میتونی یادش بگیری. ولی یه هشدار، این آموزش برای آدمهای سطحی نیست. این برای کسیه که میخواد بازی و تغییر بده. پس اگه آماده‌ای کنترل ذهن رو بشناسی، همراه من بیا. چون چیزی که امروز یاد میگیری ممکنه برای همیشه نگاهت به روابط انسانی رو تغییر بده. آدما دوست دارن فکر کنن خودشون تصمیم میگیرن، اما واقعیت اینه که تصمیماشون بیشتر از این که منطقی باشه هدایت شده است. مثلا میخوای دوستت باهات بیرون بیاد. اگه فقط بگی بیا بریم بیرون، شاید بگه نه. ولی اگه بپرسی ترجیح میدی امشب بریم کافه یا پیاده روی، اون حس میکنه داره انتخاب میکنه، ولی در واقع تو نتیجه رو کنترل کردی. به این میگن توهم انتخاب. یه ترفند که شرکت‌های بزرگ، برندهای جهانی و حتی معلمان مدرسه ازش استفاده میکنن. تو هم میتونی. هیچ کس یه درخواست بزرگ رو از همون اول قبول نمیکنه. ولی اگه کم کم جلو بری، ذهن طرف مقابل آروم آروم خودش رو با خواستت هماهنگ میکنه. مثلا نمیتونی مستقیم بری پیش رئیست و بگی من ارتقا میخوام. احتمالاً میگه نه. نرم و دوستانه. ولی اگه اول بخوای توی پروژه جدید کمک کنی، بعدش اجازه بدی توی جلسه مهم شرکت کنی و کم کم نشون بدی که داری پیشرفت میکنی، اون وقت درخواست ارتقاءت معقول به نظر میرسه. مغز آدم‌ها به سازگاری علاقه داره. وقتی بله گفتن به درخواستای کوچیک، به راحتی نمیتونن به درخواست نهایی تو نه بگن. وقتی همه داد میزنن، اون که ساکته بیشتر شنیده میشه. سکوت قدرت داره، مخصوصا توی کشمکشا. فرض کن شک داری دوستت یه چیزی ازت پنهون میکنه. اگه مستقیم بپرسی دفاعی میشه، ولی اگه فقط بگی من همه چیو میدونم، فقط ساکتم، اون موقع ذهنش شروع میکنه به جوشیدن. حس گناه سکوتت رو تبدیل میکنه به یه بازجویی بدون کلمات. سیاستمدارا، مذاکره کننده ها و حتی بازجویان حرفه‌ای از سکوت مثل سلاح استفاده میکنن، چون آدم ها از سکوت بیشتر از فریاد میترسن. بعضی وقتا میخوای چیزی از کسی بگیری، ولی میدونی اگه مستقیم بگی رد میکنه. پس چی کار میکنی؟ درخواست تو اسلاید میکنی. مثلا نمیتونی بگی میخوای ماشین تو قرض بدی؟ اگه بگی اگه یه روز خواستم یه دور بزنم، امکانش هست؟ یا تو که همیشه لطف داری، میشه یه لحظه از ماشینت استفاده کنم؟ اون وقت ذهنش مقاومت نمیکنه، چون حس میکنه خواستت خیلی بزرگ نیست. تکنیک اسلایدر یعنی نرم وارد شو، بعد آروم خواستتو بالا ببر. آدم ها وقتی احساس کنن در حال کمک کوچیکن، راحت تر بله میگن. قدرت فقط در واقعیت نیست، در ذهن هاست. اگه بتونی ذهن یه نفر رو طوری هدایت کنی که یه خاطره نادرست رو باور کنه، اون خودش بقیه داستان میسازه. مثلا سیاستمداری میگه من سال گذشته 5000 شغل ایجاد کردم. هیچ کس نمیپرسه کی، کجا، چطور. فقط باور میکنن، چون با اطمینان گفته شده و با تکرار تبدیل به حافظه جمعی میشه. کاشت حافظه دروغین یکی از تاریک‌ترین ابزارهای روانشناسیه، چون یه دروغ وقتی تو ذهن جا بیفته واقعی‌تر از واقعیات عمل میکنه. الان تو این 5 ترفند رو یاد گرفتی. ترفندهایی که اگر با دقت و اخلاق ازشون استفاده کنی، میتونه دنیا رو برات متفاوت کنه. یادت نره، قدرت واقعی فقط تو دونستن نیست، تو استفاده درستشه. و حالا که اینو میدونی، یه قدم جلوتر از بقیه. اگه از این محتوا خوشت اومد، حتما کانال یوتیوب ذهن بیدار رو دنبال کن، چون اینجا قراره چیزایی یاد بگیری که جای دیگه کسی بهت نمیگه. سوالی داری؟ تجربه‌ای داشتی؟
تو کامنت ها بنویس. ذهن بیدار جاییه برای کسانی که میخوان بیدار زندگی کنن.